مشکلات بدون درد به 80% لذت برسید. بچه‌ها دم سال نوی انقدر انرژی بد ندید. نگاه کنین رایدر چه حفسین قشنگی. واسا ببینم حاجی سیگار چی میگه اینجا؟ چیزه سکه پولا رو برداشتم و 2 پاکت وینستون استوندم، یکیشو برداشتم یکیشم گوشتم سر سفره حفسین که تکمیل بشه. اون وقت گاز پیکنیکی چی میگه؟ جاشم گاز پیکنیکی گذاشتم، هم شعله‌اش بیشتره هم زغاله رو روش گرم میکنیم واسه قیلون این بساطا خوبه که از برکت سفره حفسینم بهره ببریم. کسخل برنج مگه گرم کنیم؟ زغال سرخش میکنن. همول مگه مرغی که سرخش کنیم زغال روشنش میکنن. اسکل مگه سیگاره که روشنش میکنن؟ آقا بس کنین، به قرآن دارین حیف میشین با این همه استعداد. دم عیدی از هدفاتون بگین واسه سال جدید. سال 403 ایشالله به هدفهای سال 402 میپردازیم که سال 401 به خاطر قرنطینه 1400 داش بس کن، هر سال یه آپدیت سال جدیدتر رو اضافه میکنی دوباره همون قبلی‌ها رو به عقب تکرار میکنی. من که سال جدید میخوام آدم شم. امسال دیگه آدم میشم به شرف نداشتم قسم. من امسال میخوام آدم شم. امسال سال منه، آدم میشم. چی بگم والا رایدر؟ ایشالله من که امسال قطعا رژیم میگیرم. همه رو برق میگیره، ایرانی رو جو میگیره دم سال نوی. داشت سال عوض شده تو که همون کنگشال قدیم. آغاز سال 1403 شمسی. خب سال تحویل شد، امسالم نریدن واسهتون عزیزم. آخ این از اون گوزدایی بود که خطای محاسباتی رخ داد، در واقع اند بود. داشت دمت گرم، سال نوی تو حداقل ریدی واسمون. بوهن خونه رو برداشت، پاشیم بریم شمال که ماشین رو بار زدم آماده است بچه‌ها. شمال که نریدن واسهتون، همینجا هستیم دیگه. داشت تا تو رو داریم هر جا بریم خیالمون راحته که یه نفر هست واسمون برینه. به عیدتون مبارک جیگرا، جمع جور کنین که رفقام الان میرسن اینجا، میخوایم دوره هم برنامه کنیم. این مبل یا صندوق هموهای فیتیله که هر سری ازش ظاهر میشی. گفتی برنامه به راهه. برنامه فیض و شوره، عشق و سروره. برو بچه این پیرمرد دیوس مثل این که میخواد در و داف بیاره. داستان شمال کنسل، انگار اینجا بیشتر قراره خوش بگذاره. بله عزیزان، فلسفه ماه مبارک رمضان در نخوردن نیست بلکه ببخشید مگه نگفتی برنامه براهه؟ بله فرزندم، برنامه حلول اونس با رمضانه. ولی ما فکر کردیم اینجا مکانه. یعنی میگی نمیخواد بیاد ژیلا و ترلان پروانه؟ اون مال قدیما بود. سال جدید توبه کردم و میخوام بندگی کنم خالصانه. مثل این که خبری نی بچه‌ها، همگی به بهونه ریدن میپیچونیم میریم دم ماشین، بریم شمال میکنیم عید امسال و جاودانه. پدر جان ما با اجازهتون برینیم زود میایم. با هم میخواین برینید؟ نه واسه هم میخوایم برینیم که رفاقت و سال نوی واسه هم تموم کنیم. اوکیه برین. اوف کسخل نگفتم برینی، گفتم برین یعنی برید. شرمنده دوچار ایهام شدید در جملتون شدم. اسمو که تاپاله تو نهایتش گوسپیچی، اون وقت واسه من ادبیات تلاوت میکنی دوچار ایهام شده چه انگخوریو. بابا بس آمبولی ریه گرفتم. میگن سال نو بوی گل و بهار میاد، مال ما بوی ان و جوراب میاد. بریم آقا بریم که زودتر به اون داستانه برسیم دوستان. بله ما با اجازهتون بریم با رودو فکری خالی دوباره بیایم به عرایض زیبای شما گوش برادهیم. آقا فرار کنیم، این چه سرطون گربن ایدی یا امام رضا بودو بریم. با خدا داره گلوم میسوزه انجبه. آقا بودو این سری سوارشین زودتر بریم بابا. ای بابا این که بنزینش کمه، بذار بزنم رو گاز. شرمنده محمود جان، اثرات فلافلای دیشبه. توبه گرگ مرگه. مزاحما رفتن رفقا، در وا کنین دوخیا بیان تو برنامه کنیم. حالا چی باز بدم بود، حالا چی با همه رو، با ما چی یه کوپل رو، حالا یا بیکن تو
برابکس میگم بندازیم از جاده قدیم بریم بیشتر خوش میگذره. نظر مثبتتون چیه؟ داشت جاده قدیم هیچی نداره، یه وقت گیر کنی موندی. واسا ببینم، به خاطر عوارضی ندادن میخوای از جاده قدیم بندازی؟ نه مشتی بچه شدی اصلا بحث پولش نی. حالا شده من بخوام تو سفر بحث پول بکشم وسط. رایدر یه قرد نوشابه دادم خوردی 1500 میشه، تا ندی راه نمیافتم من. محمود گفتی قلیون نمیکشی ولی تو قهوه خونه از دود قلیون ما نفس کشیدی، میشه 5500، تا ندی راه نمیافتم من. اسموک به خاطر چربیا و دنبهات به ماشین فشار اومد 2 لیتر بیشتر بنزین سوزوندم، میشه 6 تومن، تا ندی راه نمیافتم من. نه برابکس ببینین جاده قدیم هم خلوت‌تره هم منظرش بهتره، بابت اون میگم. داش اوکی بنداز از جاده قدیم برو. محمود عشق منی، اون یه نخ بهمنی که دوکام ازش گرفتی شد 1200 تومن و نمیخواد بدی. داش خلافی موزیک رقیبام کلافه رفتم خیابونی ترانه. CJ ماشینت اینجا خراب شد، زن نداشتمون حامل است. نگران نباشیم بابا، همه سرویس‌های ماشین رو انجام دادم. توپ میره، بنزو میکنه تو اگزوزش اصلا. همون آرم سپر بنز از 3 ناحیه تو چونت CJ. ای بابا هوای شما نصافه این بچه ها کرد. CJ ریش بوزی، ماشینت هم که رید وسط ناکجا بود. یه عمر تو ریدی، یه بارم این بچه سگ دستش درد نکنه، اصلا به پلوسش فدای یه شاتونش. CJ داداش مگه نگفتی سرویساشو انجام دادی؟ جان تو همشو انجام دادم. این روغن نداشته ماشین اینطوری شده. روغن چی ریختی توش؟ روغن بدون پالم فامیلا. ریدی به مولا. روغن دیگه. قبلش 2 سری سیب زمینی هم سرخ کردم، بعدش ریختم تو ماشین. به این میگن 1 تیر و 2 نشان. بعد میگم تحریما رو مردم اثری نذاشته. داش کم مونده از کون مورچم روغن بکشی تو. محمود این 3مین باریه که داری از لفظای زشت استفاده میکنی و اون یارو ویلا اجاره میده. بریم امشب و یه جا بمونیم ببینیم فردا چجوری برسیم شمال. خوبه؟ سلام قربان، خسته نباشید. یه ویلا میخواستیم امشب با بالش اضافه. سلام، ویلا داریم ولی بالش اضافه دیگه چی آقا جان؟ برای چی که میدونن بالش اضافه جریانش چیه تو کامنت ها بنویسید، کانال هم ساب کنین زودتر 50K شیم، به قید قرعه بالش هدیه میدیم. بالشو بی خیال. یه ویلا میخواستیم واسه یه شب 4 نفرمون با 1 میلیون. ای جانم، با 1 میلیون تومان میتونم ویلای لوکس 3 ستاره‌مون معرفی کنم. استقدار، تخت خوابدار با آشپزخانه، همه چی آقا. نه ارزم دهنت چیز، یعنی ارزم به درزت که با 1 میلیون ریال ما ویلا میخواستیم. داشت 100 تومن بدی بیای نهایت خونه خودم رو سرش بخوابی. ایده بدی هم نیست، از بیرون موندن که خیلی بهتره. ببخشید اون ویلا چنده؟ اون ویلا بعد کشتی شدن اون دختره ویزه نفرین شد. روح سرگردانش داره اونجا پرسه میزنه، هیچ کس جرئت نداره پاشو بذاره اونجا بلامیسه. یعنی میخوای بگی اجارش مجانیه؟ میشه گفت آره. ایول، ما که یوتیوبریم، هم کانتنت در میاد از این خونه، هم مجانی میفته جا خوابمون امشب. آقا دمت گرم، ما میریم همینجا. خاک میتیسه بابا، میگم اونجا رو داره دیوانا. آره داداش، سعید والکوور هم همینو میگو. قربان تسلیت میگم، انشالله غم آخرتون باشه. ما با اجازه میریم داخل. بچه‌ها میگم بهتر نیست شب و اینجا نمونیم؟ انوشاش خاطر کردی اسموک. داداش حق با اسموکه، به خدا هیچی اینجا طبیعی نیست. ای ترسوها، روح و جن که واقعیت نداره. انقدر ویدیوهای مدگل رو دیدید همه چی رو باور کردید. پاشو برو اون قلیون از پشت ماشین بیار، یه ورقم بزنیم امشب و بشوره ببره این خرابی ماشینو. آره محمود، سیب یخ بیارتم با کرویده خوبیه. CJ پشت سرت یه روحه. چه روح سفید مفیدیه ای جان؟ من یه روحم. به کی؟ یعنی خوشبختم، منم CJ ام. ولی تو باید بترسی از من. یه ملافه سفید شناور چرا باید ترسناک باشه؟ بچه‌ها شما میترسید؟ نه آجی، به نظر اوکیه. نه والا بابا این که نرم و سفیده، ترس کجا بود؟ پس الان جن میدم بیرون، خامه فنگ بشید. داش جن دهی کار خوبی نیست. کی جنده؟ این روح جنده دیگه، میگه جن میده. هشتگ جندهی افتخار نیست.
ببینم شما یوتیوب اینا کانال دارید؟ بله، کانال بزرگ GTA شو. ساب کن، لایک کن، کامنت بذار، بریم واسه 5 کایی شدن. پس همون قبلا هم یه سری یوتیوبر اومدن سنگ رو یخ شدیم به ابوالفضل. پشمام، نمیدونستم روحیات روحا انقدر حساسه. تو از دل من چی میتونی؟ بی خیال، بریم یه دست ورق بزنیم، دست جمعی بیشتر میچسبه. موافقم، برید. آقا خیلی خوش گذشت، حال کردیم به مولا. ایشالله جندهید پر رونق باشه، جن خوب بدی دست مردم. آقا من نوکرتم، ببخشید بساط پذیرایی کم بود، شرمنده شدیم. میگم این ماشین شماست؟ قابلدار نیست، مال خودتونه. ما ماشینمون خراب شدش. میگم پای این همگی با این ماشین شما بریم شمال؟ دیگه یه ماشین جنکش که قابل شما رو نداره. اتفاقا ما هم مسافرت نرفتیم یه چند سالی، سوار شید با هم بریم. آقا ایوان، بالاخره با یه دختر داریم میریم شمال، همه شف بزنیم. عیدتون مبارک رفقا. ایشالله سال 403 بتونیم با ویدیومون خوشحالتون کنیم و حالتون رو خوب کنیم. کانال